مطلبی الهام بخش درباره روح و بیداری با من همراه شو. گاهی لازم است در سکوت شب لحظه‌ای چشمهایمان را ببندیم و به درون خودمان سفر کنیم. دنیایی که در آن نه هیاهوی زندگی هست و نه فشارهای بیرونی. تنها خودت هستی و روحی که مدت هاست منتظر بیداری است. روح ما آن بخش خالص و بی‌نقص از وجودمان همیشه آرام و آگاه است. او می‌داند چه چیزی حقیقت است و چه چیزی توهم. اما گاهی در میان شلوغی‌ها فراموش می‌کنیم که او آنجاست. فراموش می‌کنیم که پاسخ‌ها بیرون از ما نیستند، بلکه در عمق قلب ما نهفته‌اند. بیداری یعنی بازگشت به خود، یعنی لحظه‌ای که دیگر فریب ظواهر را نمی‌خوریم و چشم دلمان را به حقیقت باز می‌کنیم. بیداری یعنی شنیدن صدای لطیف و آرامی که همیشه در درونمان زمزمه می‌کرد: آرام باش، همه چیز از درون تو آغاز می‌شود. هر تجربه، هر درد، هر لحظه سخت در واقع دعوتی است برای بیدار شدن. گاهی لازم است بشکنی تا بفهمی که تو آن شکسته نیستی. تو آن نوری هستی که از میان ترک‌های درد میتابد. روح تو از جنس نور است، پاک، بیدار، بی‌مرز و بی‌زمان. و این بیداری سفری است که آغازش با یک نیت خالص ممکن می شود. نیتی که از عمق وجودت فریاد می زند: من آماده ام تا خودم را، روحم را، حقیقت را ببینم. تو تنها نیستی. هر قدمی که به سمت بیداری برمی‌داری، هستی با تو هماهنگ می‌شود. نشانه‌ها، افراد، کتاب‌ها، لحظه‌ها، همه و همه برای کمک به تو می‌آیند. تنها کافی است بپذیری، گوش کنی و صبور باشی و یادت باشد بیداری پایان راه نیست، آغاز یک زندگی آگاهانه است، جایی که عشق، آرامش و معنا جای اضطراب و سردرگمی را می‌گیرد. وقتی که بیدار می‌شوی، دیگر مثل قبل نمی‌توانی به زندگی نگاه کنی. دیگر دردها را فقط به چشم زجر نمی‌بینی. می‌فهمی که هر زخمی دروازه‌ای به سمت نور بوده. می‌فهمی که تاریکی فقط نبودن آگاهی است، نه نبودن امید.
آگاهی یعنی بدانی تو انتخابگر زندگیت هستی. تویی که میتوانی انتخاب کنی، ببخشی، رها کنی، دوست بداری، رشد کنی و نجات پیدا کنی. و وقتی اینها را بفهمی، هیچ چیزی نمیتواند تو را به عقب برگرداند. نه آدم‌ها، نه خاطره‌ها، نه ترس‌ها. تو دیگر آن آدم قبلی نیستی. تو روحی هستی که بیدار شده و بیدار ماندن انتخاب توست. شاید مسیر آسان نباشد. گاهی تنها میشوی. حتی ممکن است اطرافیانت تغییراتت را درک نکنند. ولی یادت باشد بیداری یک سفر جمعی نیست. یک دعوت شخصی است. یک پاسخ از قلب تو به ندای جهان است. در این مسیر قدرت دعا، سکوت، مراقبه و شکرگزاری را دست کم نگیر. وقتی که شکرگزاری می کنی، روحت خودآگاه تر می شود. وقتی که دعا می کنی، ارتعاشت با منبع هستی یکی می شود. و وقتی سکوت می کنی، صدای واقعی زندگی را می شنوی. خودت را ببخش برای سالهایی که خواب بودی، برای لحظاتی که نادیدت گرفتند و تو هم خودت را ندیدی. ولی حالا که بیدار شدی، بدان تو از نو متولد شدی. باور کن تو در مسیر نجات و آرامش هستی و فقط باید ادامه دهی. حتی در تاریک ترین شبها پایانش روشنایی است. تو نوری هستی که فقط باید انتخاب کند و بدرخشد. و اکنون با عشق با من این جملات را تکرار کن. من بیدارم و به ندای روحم گوش می‌دهم. من لایق آرامش، ثروت، عشق و آگاهی هستم. من نوری هستم در حال گسترش در جهان. جهان با عشق از من حمایت می کند. و این را به یاد داشته باش، هر شب پایان نیست. شروع آرامش و بازگشت به خویشتن است. بخواب با اطمینان، روحت بیدار و در مسیر نور خواهد ماند. شیدا هستم. دوستتون دارم.